تا به حال داستان جوجه تیغی ها رو تو حفظ یک فاصله مطمئن در روابط انسانی شنیدین؟ توی زمستون جوجه تیغی ها وقتی که سردشون میشه به همدیگه نزدیک میشن که همدیگه رو گرم کنن، ولی ناخواسته همدیگه رو زخمی میکنن و این باعث میشه که از همدیگه دور بشن. ولی به خاطر سرما و نیازشون دوباره به همدیگه نزدیک میشن و این روال بارها و بارها تکرار میشه. به همدیگه نزدیک میشن و همدیگه رو زخمی میکنن و از هم فاصله میگیرن و از سرما یخ میزنن. این داستان خیلی از ما آدم ها هستش توی روابط انسانی. به خاطر کمک به همدیگه به هم نزدیک میشیم ولی گاهی ناخواسته به همدیگه آسیب میزنیم و این از هم دورمون میکنه. به قول شوپنهاور با داشتن یک فاصله مطمئن و توأم با همدلی در روابط انسانی میتونیم رابطه گرم، صمیمی و امن داشته باشیم. مراقب خودتون، رابطه هاتون و سلامت روانتون باشید.